با عرض احترام مجدد، زنده باد اردوی ملی افغانستان، زنده باد پلیس ملی افغانستان، زنده باد افغانستان، زنده باد مردم افغانستان. و فعلا در افغانستان اردوی ملی، پلیس ملی از افغانستان، از خاک، از ننگ و ناموس ما دفاع میکنه. هر کسی که افغان است، عشق و محبت افغانستان به قلب داره، بر ما در برنامه تلفن کنه. ما براتون 2 ساعت ما کوشش میکنم که زیاد ما خودم گپ نزنم، موضوعات دیگه برنامه میارم، صحبت میکنیم. شما میتونید تلفن کنین، آوازتون بلند کنین. وقتی است که پلیس ملی، اردوی ملی، مردم افغانستان با شما با کمکتون ضرورت داره، با آوازتون ضرورت داره. خداوند در افغانستان صلح و آرامی رو بیاره. خداوند مردم افغانستان پیروز داشته باشه که انشاءالله پیروز خواهد شد. بله برادر بفرمایید. آقای متین، سلام به شما و به تمام کارکنان تلویزیون پیام افغان. مارج هستم از کشور بلژیم. سلام علیکم صاحب، عمل کنید صاحب. لطف کردید صاحب. تشکر از تلفنتون ما صاحب. از سازمانداران پرتلاش کشور ما افغانستان هستید. زنده باشید. در عمق قضا قرار دارید و همچنان بنیانگذار گرانجرگه هستید. شما در شرایط کنونی وضع سیاسی افغانستان را چطور ارزیابی میکنید و همچنان رئیس جمهور بعدی در رابطه با موضوع خط دیورند چی باید کرد؟ بله. و موقف جنبش ملی گرانجرگه چی خواهد بود؟ بله. و همچنان ما از تمام مردم افغانستان، چی که در اروپا، در امریکا، در داخل افغانستان است، این حملات خائنانه پاکستان را باید تقویه کنند و به ضد از باید بجنگند. ما از اردوی ملی، از پلیس ملی، از امنیت ملی خویش یک جان سپاسگزاری میکنم که جواب دندان شکن برایش میدهد. زنده باشین صاحب. لطف کردین صاحب. کدام گپ دیگه هم دارین صاحب؟ فقط در رابطه با این موضوع از شما معلومات خواستم. تشکر صاحب، جواب بشنوید شما. قربانتان، تشکر از شما. لطف کنید صاحب. بسیار زیاد تشکر از تلفنتان. باید در خدمتتان عرض کنیم وقتی که ما در افغانستان بودیم با هر کاندید ریاست جمهوری که ما صحبت میکردیم، ما میخواستیم از هر کاندید که به اصطلاح موضوع دیرن در آجندای ریاست جمهوری اونا باشه و که شما خبر دارین که یک دعای ملی مربوط تماما افغانای ماست و اونا با سر جان قبول میکردن. شما نظریات دکتر صاحب اشرف هم شنیدین، شما نظریات دکتر صاحب عبدالله هم شنیدین. اونا نظریات دادن در این قسمت، خصوصا در قسمت از این که افغانستان خاکاش از تسلط پاکستان برای و بنادرش، خصوصا بنادر شما میفهمین که موضوع اوکراین شرایط بسیار ناگوار کرده بر قسمت صادرات و واردات افغانستان، چرا از طریق ازبکستان و تاجکستان و بیلاروسیا میرفت. اوکراین، موضوع پرابلم اوکراین بیخو سرحد بند شده. منتها ما میتونیم که مال تجاری خود تنها از طریق بندر شاهجهان ایران بیاریم و پاکستان به اندازه تکس چارج میکنه بالای منطقه تجارتی که ما میاریم، خصوصا در حدود 600 میلیون دلار. ای که انتخابات افغانستان به دور دور رفت، این باز مثلا مفیدیت ها و باز نواقص داره. نواقص ایست که از نظر اقتصادی هر قدر که طولانی شود ضربه بالای اقتصاد افغانستان میزنه، ضربه بالای بیکاری و وضع اقتصادی مردم افغانستان. اما چیزی که به خیر و فلاح مردم افغانستان باشه و چیزی که مردم افغانستان، رئیس جمهوری که مردم افغانستان او رو انتخاب کنه، او به اصطلاح ما او رو خوش آمدید میگیم. ای که کی باشد، دکتر صاحب اشرف غنی یا دکتر صاحب عبدالله، به اصطلاح از نظر حیثیت ملی باید ما او رو قبول کنیم برای که او رئیس جمهور آینده افغانستان خواهد بود. و ای که ما پلانای دکتر صاحب اشرف غنی رو ما آگاستم و پلانای
دکتر عبدالله را هم ما آگاهستم ای که در گذشته سابقه چی بوده از نظر حل مسئله اقتصادی افغانستان یا شرایط سیاسی افغانستان و این باید هم ما در نظر بگیریم. ما شنیدم که آقای دوستم مریض است و چیزی که ما شنیدم شاید آقای برادر آقای مسعود بیاین در کابینه دکتر صاحب اشرف غنی باعث معاون. این رفتن انتخابات به دور دوم ما فکر میکنم که مفاد زیادی داشت، خصوصا به دکتر صاحب اشرف غنی. ای که تمام سمت شمال برای دکتر صاحب اشرف غنی رای دادن و حال فعلا اگر آقای مسعود باعث معاون بیاین، این مناطقی که رای ندادن اون مناطق هم برشان رای میتن و بالخصوص در مناطقی که یعنی علاقمند آقای دوستم نبودن اون مناطق هم پس میاین دیگه. به اصطلاح انتخابات افغانستان یک انتخابات فوق العاده جالب خواهد بود دیگه. به این ترتیب ما میبینیم و ما دعا میکنیم که افغانستان یک رئیس جمهوری خوبی داشته باشه، شخصی که غم افغانستان بخوره و غم غریب بخوره، بالخصوص غم غریبه. و ای که کدام شخص آقای دکتر صاحب عبدالله یا آقای دکتر صاحب اشرف غنی پلاناش خوبتر است و مردم افغانستان قضاوت میکنه و ما شما خواد دیدیم. اما ما فکر میکنم دور دوم آقای اشرف غنی شاید امتیاز زیادتر ببره از انتخابات دور دوم. و به هر صورت آرزو و تقاضای ما است که هرچی که به خیر فلاح مردم افغانستان باشه دیگه. در آینده موضوعات دیورند و دیورند جرگه هر دولتی که روی کار باشه روی کار بیایه ما میتونیم که با او دولت صحبت کنیم، موضوعات ملی خود را فصل کنیم. شما ببینید که راجع به خط دیورند لاین که حالا ما تشریح میکنم، دولت امریکا اظهار عقیده کرده، دولت انگلستان اظهار عقیده کرده، دولت انگلستان اظهار عقیده کرده که ما ببخشید دولت کانادا که حال جزئیات پالیسی دولت کانادا با دبی در قسمت خط دیورند، در قسمت مردمی که در دو طرف خط دیورند زندگی میکنه، کانادا چی پیشنهادات کرده و ای که شما دولت امریکا را پیشنهاداتش خبر دارین که چندین سال پیش در شروع کار دیورند جرگه دولت امریکا پیشنهاد کرد که باید یک پکیج اقتصادی با دو طرف خط سرحد، یعنی ببخشید خط سرحد خط دیورند باید تهیه شود که مردم پشتونای ما که زندگی میکنه که از نظر اقتصادی بسیار نشو کنه. چرا در 60 ساله که این مناطق در دست پاکستان است، دولت پنجابی پاکستان کدام پروژه اقتصادی یا کدام پلان اقتصادی که افغانای ما از او مستفید شو با وجود ناوردن در این مناطق. با مو اساس است که ما همی مشکلات داریم. اما ما بسیار خوش هستم که افغانای ما، پشتونای ما در اون طرف خط دیورند آگاه شدن که هیچ وقت دولت پنجابی افغانستان با پشتونا و افغانای ما وجه مشترک نداره، بغیر از این که افغانای ما را از بین ببره و امتیازات اقتصادی به دست بیاره و بالخصوص در قسمت از این که آمدن امریکا و ناتو در افغانستان و دولت پاکستان بسیار زیاد امتیازات اقتصادی را به دست آورد. دیگه باز چند موضوعات دیگه ما میخوایم قصهش بریم. موضوعاتی که
ما این موضوعات که ذکر میکنیم ما امید است که دکتر صاحب اشرف غنی اگر رئیس جمهور شود یا دکتر صاحب عبدالله ای که پاکستان در کمین شیشته وقت کشی میکنه و ای که روز به روز پاکستان فکر میکنه که ممالک غربی از افغانستان مبرایه، شرایط به مفادش تمام میشه و ای که هیچ مملکت دیگر نمونه که داخل افغانستان بالخصوص هندوستان کمک های بنیادی بر افغانستان تدارک بده و ای که در آخرین لحظه دولت پاکستان کدام پلان داره که میخواهد که زیادترین مفاد از جهان غرب بگیره بالخصوص ناتو امریکا و ای که میخواهد که با طالبا پشتونای ما مشکلات حل فصل کنه و ما فکر میکنم که موفق نخواهد شد، چرا افغانای ما در اون طرف خط دیدن آگاه و هوشیار شدن که مشکلات که با دولت پنجابی آیسای و اردوی پاکستان داشتن و اون مشکلاتشون زیادتر میشه و هیچ وقت اینا با مفاد افغانا کار نمیکنن. موضوع دیگری که شنیدم میگن که فرار سرمایه در پاکستان تجدید یافته، بسیاری اشخاصی که در پاکستان سرمایه گذاری شدید کردن اونا سرمایه خود از پاکستان میکشن و اولادا و فامیلای خود از پاکستان و ممالک دیگر روان میکنن. ما چند روز پیش که یک از پاکستانیا که از چی آمده بود، از پاکستان آمده بود، صحبت کردم و او ایره گفت که ما در جایی که در کراچی میریم، در منطقه که میریم، طالبا بسیار قدرت پیدا کرده، ما هیچ چیز کرده نمیتونیم. که به این ترتیب امو بالایی که پاکستان میخواست بالای مردم افغانستان بیاره بالای خودش آمده و پالیسی مشخص طالبا در داخل خاک پاکستان چی است؟ پالیسی مشخص پاکستان در داخل خاک پاکستان شون قانون اساسی پاکستان بر اساس قانون پاکستان، انگلستان و ویلز است. به اصطلاح هیچ قانون شریعه در قانون اساسی پاکستان داخل نیست. طالبا فرض میدانند که در مقابل دولت پاکستان مبارزه کنند و هدف طالبا است که طریق طالبا که اردوی پاکستان شکست بدن و یک امارت اسلامی را در پاکستان با وجود بیارن. بله بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم متین صاحب. سلام علیکم برادر گرامی، امر کنید صاحب. بله صاحب، ما سلام خبر شما تقدیم می‌دانم و برای بینندگان عزیز. ما اصلا کنفرانسی که در آلمان میباشه برای باور زوم میخواستم که شما صحبت کنم. شما فرجان هستین؟ آه هستم. بله فرجان، اگه شما یک دقیقه انتظار بکشین که این موضوع را ما سرش می آمدم. جوانایی که و اشخاص مسلکی و دانسته و تحصیل کرده که در اروپا و در امریکا و در کانادا زندگی میکنن، اونا پیشنهاد کردن که اونا میخواهند که در ماه جولای آگست یک کنفرانس سراسری در اروپا دایر کنن با ابتکار فرهاد زازی و فواد زازی و رشاد نیکزاد که در این کنفرانس اشخاصی که از نظر علمی بسیار رسیده هستند و از نظر شایسته سالاری میتونن که در افغانستان برن و مشکلی که دولت افغانستان داره، مردم افغانستان داره، و مشکل حل فصل کنن. اونا میخواین که همی کنفرانس دایر کنن. شما بفرمایین فراجان، تشریف بتین نمیره باش خود شما از زبان خود. بله بله. السلام علیکم. من فواد زاده ام. ما از جرمنی از شهر هامبورگ صحبت میکنم. ما از گروپ افغان پیس میکر هستم که اگر دوستان ما اگر ما را بشناسند، ما در مرحله اول خود دکتر صاحب بشردوست در آلمان دعوت کرده بودیم
در مرحله دوم ما یک کورس زبانی در پانتون هامبورگ دایر کردیم برای افغانای برای جوانان خصوصا که اگر آینده میخواین در افغانستان کار کنن که در زبان خود وارد باشن یاد بگیرن هم پشتو را و هم دری را. در مرحله سوم که ما درباره انتخابات شد داریم گفتیم که اگر افغانای ما در خارج هستن بر از ما این امکانات داده شود که در انتخابات اشتراک بکنن. اعتراض که در قانون اساسی آمده ولی امکانات باش داده نشده. یعنی ارسال ما کار میکنیم. ما آلمان در اصل موضوع ما برای امروز است که ما میخوایم یک کنفرانس در هامبورگ در پانتون هامبورگ دایر کنیم که شاید در پلان است شاید در ماه آگوست 2014 باشه. بله. این کنفرانس که دو نقطه را که چی میکنیم بررسی میکنیم. اول که موضوع ما است که ما میخوایم انجمن‌ها را و اتحادیه‌ها را یا ارگانیزیشن‌ها را یک جایی به یکی دیگه نزدیک بسازیم که ما مابین خود یک حلقه بسازیم. توسط یک حلقه ما میتونیم یک تعداد درسته در خود در خارج یا در آلمان در اروپا بسازیم که ما اگر سبا یک میخوایم همکاری کنیم یکی دیگر را بشناسیم. برای من به نظر مهم است که ما افغانا با یکی دیگر همیشه رابطه خوب داشته باشیم و همکاری کنیم. تنها به نظر ما مشکل است که افغانستان یک کار که اونجا پیش ببریم. باز نقطه دوم برام بسیار مهم اینه که به این کنفرانس یک کمیته ساخته شده، کمیته جوانا باشه. ما یک کمیته یک از جوانا در میکنیم ولی جوان مانا نمیده که فقط هم 3 سال ما باشه جوانا بلکه کسی که با وطن خود محبت داره میخواد که کار درست را انجام بده که وام میتونی کمیته بتونن که ما جای داخل شوند و این کمیته ما میخوایم که رسمی ثبت کنیم و اگر شود در پیش برای حکومت افغانستان اینمی معرفی شود. بله. ما کسی هدف این کنفرانس این نیست که فقط ما اونجا گپ بزنیم و سخن بگیم بلکه ما میخوایم که یک حرکت را به وجود داریم. ما فکر میکنم افغانستان کس از گفتن و از مجلس گرفتن کرده برای کار بیشتر ضرورت داره. این خاطر است که ما میخوایم که توسط اینمی اگر جوانا باشن یا کسایی که به وطن خود بتونن خدمت کنن یوجی دست به دست وطن کس آباد کنیم. ما فکر میکنیم که کسایی که در خارج هستن امکانات بسیار خوب دارن. افغانستان فکر نمیکنم که فقط این مسئولیت با گردن رئیس جمهور باشه یا با مردمی که در افغانستان زندگی میکنن با اونا باشه بلکه هم این مسئولیت در گردن ما مفته که ما هم با این کار کرده کنیم. بله بله. قراره که ما مواده کردیم زازای صاحب محترم چیزی که ما بتونیم ما میتونیم همراه شما همکاری کنیم با اصطلاح آوازتان پلانتان میتونیم که بریم داخل خاک افغانستان داخل افغانستان که دولت آینده افغانستان به اصطلاح در میان بگذاریم و شما بیاین در اوجا کتونو تماس شوین و این نظر شما یک نظر بسیار ملی است. هیچ وقت داخل افغانستان یعنی به اصطلاح برده نشده و یک حرکت با وجود نآمده. یک حرکت فوق العاده ملی و فوق العاده از نظر اقتصادی و سیاسی هم بسیار تاثیر مثبت خواهد داشت. چرا در زمانی که امریکایی‌ها در افغانستان بودن یگانه مشکلشان بود که متخصصین اقتصادی اونها نداشتن، مجبور بودن که متخصصین اقتصادی را از امریکا بیارن با 30% 40% قرارداد پیسه‌اش بدن. اگر ما خودمون داشته باشیم این متخصصین اینا برن داخل افغانستان و ماش به اساس شرایط افغانستان بگیرن و بسیار در قسمت انکشاف اقتصاد افغانستان بسیار رول مهم را خواهد بازی کرد و ما وعده میتیم که انشالله ما در این قسمت همراه شما همکاری کنیم و این پیغامتان و این پلانایتان در داخل خود افغانستان ببریم و کتونها در تماس شویم با شما انشالله. بله. بله صاحب یکی در کنفرانس شما خب اگر امکاناتش داشته باشین شما اگه آمده بتونین خب بسیار خوش میشیم. ما حتما میایم که شما آمدن شما بله در هامبورگ می باشه. بله. کنفرانس شاید یک روز نباشه، امکانات زیاده که 2 روز هم شاید دوام کنه. بله. مثلا که یکی مسئله اتحادیات که یک جای شوند و با 2 مسئله جوانات که در او هم کسات باید اگر بخواین و میتون اشتراک کنن و هر کس که وطن خود دوست داره فقط اجمنان نیستن و اتحادیان نیستن برای هر کس که میخواد که در افغانستان
یک کار کسی که اینجا ایجاد کنه میتونه اینجا شما بیاید در کنفرانس ما. شما زازه محترم قابل قدر هستین و قابل تحسین هستین که شما در این سن جوانی در فکر افغانستان هستین، در فکر عزیز هستین که بتونید مصدر خدمت به افغانستان شوین. ما رویتون بوسه میکنم، خداوند شما را خیر بده. هر کمکی که دست ما بیایه به اصطلاح ما در قسمت کمک به شما دریغ نخواد کردم. ما فکر میکنم سایر برادرها و خوارا. بسیار زیاد تشکر از شما، از لطف شما تشکر. یک چیز دیگه خود هست گفتیم که اگر امکانات زی باشه شماره مرکز میتونه در تلویزیون اعلان کنیم و سایت اینترنت مرکزی که بخواه میتونه معلومات بوری ما جمع کنه که یعنی بفهمید ما مستقل هستیم. ما نیست که برای کسی کار کنیم یا کسی برای ما کار کنه. بله. کسی میتونه برای خود کار کنه. لیکن یک جوری برای وطن خود ما کار کنیم. زازه شب شما میتونید که بگوین فیسبوکتان اعلان کنین در کجا برن. باز انشالله ما دیگه دفعه ویدیو کلیپ تیار میکنم که نمراتتان که اسم مبارکتان از شما، از فوا جان، از رشاد نیکزاد صاحب در تلویزیون پرتم که جوانایی که در مملکت هستن که شما تماس شون که در این کنفرانس اگه میخوان اشتراک کنن و اونا اشتراک کنن. قراره که ما شما مرا گفتین که این کنفرانس تان در یونیورسیتی هامبورگ خود بود که مخالم گنجایش 1000 نفر یا بیشتر از او داره. بله بله. من شماره تلفن خود برای شما میتونم بگم. شاید بر ما عادت آسان میشه که کسایی اگر میخوان به کنفرانس اشتراک بکنن که ما تماس بگیرن از باز ما پلان شما تو بهتر کسا ساخته میتونید. خب زازه صاحب گل اگر شما میخواین که تلفنتون بگوین ما وقت بر شما میتونم بگوین تلفنتون بر کلگی بگیره. بله. نمره تلفن ما هست 0049 176 819 86182. ما تکرار میکنم 0049 176 819 86182. سایت اینترنت ما هست www.afghan-peacemaker.com. یک دفعه دیگه هم تکرار کنین سب. www.afghan-peacemaker.com. خب بسیار زیاد تشکر زازه صاحب گل. انشاءالله با در آینده ما تمام پروگراماشو درست میکنیم با شما انشاءالله. تشکر. تشکر. روزتان بخیر. لطف کنین صاحب. با امان خدا. ولی بفرمایید صاحب. الو. ولی بفرمایید برادر گرامی. امر کنین صاحب. بفرمایید صاحب. الو. بله بفرمایید. شما در لاین هستین. سلام متین صاحب. سلام برادر گرامی. امر کنین صاحب. با سلام متین صاحب به شما کارکنان این برنامه و با سلام به عرض تسلیت به مردم غمدیده بدخشان و با سلام به اردوی ملی افغانستان. بله. سلام و احترامات ما به شما و با اردوی ملی افغانستان، با مردم افغانستان، مردم رنجیده افغانستان. شما غمدیده بدخشان با سلام به اردوی ملی افغانستان که بسیار زحمت میکشن به افغانستان. بله. گفتنی دیگه هم دارین برادر شما؟ بله بله. بفرمایید. با سلام متین صاحب، ما یک گروه جوانان هستیم در شهر فرانکفورت در جرمنی که پشتیبانی ما را از شما متین صاحب و افغان پیسمیکر اعلام میکنیم و زیاد از ارشاد نیکزاد که رئیس سازمان جوانها در کل اروپا هست تشکر میکنیم که ما را زیاد کمک و راهنمایی در این راه کرده و انشالله ما جوانها بتوانیم که در این راه خدمت به وطن موفق شویم که بتوانیم یک کشور خوب و آینده خوب داشته باشیم. متین صاحب ما جوانا و با کمک شما بتوانیم وجب خاک کشورمان و سرمایه های کشورمان را پس بگیریم و آینده خوب داشته باشیم. ما صاحب از شما بسیار تشکر میکنیم و در خدمتتان هستیم. چیزی که در قدرت و توان ما باشه ما از او دریغ نمیکنیم. شما میفهمین که ما از نقطه نظر تیوری حرکت نمیکنیم. معمولا کارهای ما کارهای عملی است
چیزی که میگیم میکنیم، اما چیزی که ما به اصطلاح گفته بودیم چند سال پیش که یعنی نظر پاکستان در مقابل افغانستان چی است و ای که پاکستان چی مقصد داره، شما امروز او را میبینید که نیت‌های شوم پاکستان میخوان که بالای افغانستان رو تطبیق کنه، اما این یک خواب و منال خود بود. مردم افغانستان هوشیار شده، تا اتفاق داره. فقط و فقط آرزوی ما است که یک دولت قوی در افغانستان با وجود بیاید که انشاءالله این عملات پاکستان به طور ابد استاد بسازیم. انشاءالله بخیر نمی افغانستان و مردم افغانستان متحد شویم، یک آینده خوبی داشته باشیم و جلوی پاکستان و کشورهای که ضد افغانستان هست یا یعنی دشمن افغانستان هست استاد شویم و از کشور ما و از مردم ما و از ناموس ما و از دین ما حمایت کنیم. بسیار زیاد تشکر. کشورهای همسایه شما اسمتون رو نگفتین. خراب کردن. برادر گل شما صمیم آصفی هستم. نفهمیدم. صمیم آصفی. خب آصفی صاحب بسیار زیاد تشکر از تلفنتون آصفی صاحب محترم. بسیار زیاد تشکر. روزتون بخیر، احترامات تقدیم کنیم با فامیل. متین صاحب شما را و بینندگان را به خدای پاک میسپارم. زنده باشین برادر، بسیار لطف کردین، از تلفن تشکر. زنده باشین، تشکر. میخوایم که موضوع دولت کانادا در قسمت موضوع دیورند چی فعالیت کرده، به اصطلاح چی کار را انجام داده و چی میخواهد که در قسمت موضوع دیورند کنه. میخوایم که موضوع را برای شما کمی تشریح بدیم. شما میفهمید که بعض معلومات ها را ما باید از بگیریم که مثلا اکورت باشه. دولت کانادا مشهور است با میان آوردن به اصطلاح صلح و این دولت کانادا که دبی چند سال پیش تصمیم گرفت که این موضوع مشکل سرحدی را به اصطلاح برای افغانستان و پاکستان مشکلش حل فصل کنه. بله بفرمایید. بله صاحب. این مشکل افغانستان و پاکستان حل کنه. به این ترتیب دولت کانادا خواست که یک آفیسر دفتر تشکیل بده به نام بوردر لیزان آفیسر، یعنی یک دفتر را تاسیس کنه که ارتباط بین دولت افغانستان و دولت پاکستان کنه، یعنی ارتباط داشته باشه، ارتباط مشترک بین دو دولت داشته باشه و این دفتر در قسمت از بین بردن مواد مخدر و جنایات کار کنه. اولا این نظرش در دبی به اصطلاح با وجود آمد، بعد از او در کانادا و تماما مقامات سرحدی یعنی به نظر دولت کانادا بالای همین مشکلی که بین افغانستان و پاکستان است باید یا کار کنه یک پلان مشخص با وجود بیاره و دفتری که اونا میخواین تشکیل بدن ای به طرف او طرف تورخم که بالای خاک دیورند ماست در اوج قرار بگیره و این دفتر به اصطلاح فعالیت‌ها را به وجود بیاره در قسمت دانسته ساختن یا مشخص ساختن فعالیت‌های دفتر بر تمام مناطق خط دیورند به اصطلاح و این دفتر طبق قوانین دفتر دولت پاکستان اهداف پیش ببره و هدف عمده ای بود که دولت کانادا قادر به این شود که یک تفاهم بین خط دیورند طرف افغانستان و خط دیورند طرف او طرف خط دیورند مثلا یک تفاهم با وجود بیاید، بالخصوص در قسمت از این که
متخصصین و اشخاص با رسوخ به اصطلاح ارتباطاتشون زیاد شود بین دو طرف خط دیورند و در این حال مشکلاتی که اونا دارن و مشکلات خود حل فصل کنن. در اینجا اونا خواستند که پروژه مثلا شفاخانه را آباد کنن، موضوع آب و برق با وجود بیارن، موضوع مثلا معارفه که قسمت تحصیل و دانسته شدن مردم در دو طرف خط دیورند اینا کار کنن، ایژوکیشن، موضوعات سرک بین دو طرف دو مملکت یعنی چی بیارن، سرکار را تاسیس ایجاد کنن. بله بفرمایید صاحب. بله صاحب بفرمایید صاحب. سلام علیکم. سلام علیکم برادر گرامی، بفرمایید. جمیل وقتی با تماس شدیم از یونان. سلام احترامات قبول کنید صاحب، امر کنید برادر. سلام احترامات ما را قبول کنین. فقط ما خیلی خوش هستیم از شما که شما مبارزه میکنین علیه ازی پاکستانی های دالخور. ما فقط حاضر هستیم هر خدمتی که با شما داشتین هستیم، هر خدمتی که با شما حاضر هستیم. متین جان زنده باشین برادر گرامی. خوی وظیفه ملی ما شماست. وقتی که وطن عزیز ما در خطر است باید کل ما اتفاق کنیم. یعنی شما ببینین که مردم باور نمیکنن به اندازه که اتفاق که در افغانستان آمده. انشاءالله بسیاری کسا فکر میکنه که به اصطلاح از بین بردن خط دیورند و به دست آوردن خاک و بندرهای مشکل است، اما شما باور کنین که روزی هدف ملی ما برآورده خواهد شد. او هدف ما یعنی برآورده شد. انشاءالله ما حاضر هستیم هر خدمتی که باشه. این ما به شماره ما برات دادیم، ما بازم به شماره خود زنگ میزنم اگر چیزی کمکی باشه، پیسه چیزی باشه ما حاضر هستیم. فقط داشتن خیلی مردم میگه ما همیشه مردم رو میشناسم، همیشه به حساب کلان از این مردم هستم. هر امری که باشه ما در خدمت هستیم. میگه میشه 100 نفر میتونن جمع کنم. خداوند شما را در پناه خود نگاه کنه. توصیه مایست برادر گرامی که هر کمکی که شما فراهم میسازین مستقیم توسط اشخاص با اعتبار حکومت‌ها داخل خود افغانستان در منطقه ارگو روان کنین، بر ازی که او خوارا برادرای ما به طور عاجل حکومت‌ها را کار دارن و ای که خداوند شما را هم مشکلتان رفع کنه و باشین. خدا کمتون نکنه. ما خیلی خوش هستیم که همون آدمای مرد داره که پشتی. بسیار زیاد تشکر از تلفنتان. شما ایره ببینین که موضوع دیورند لاین از نگاه جهانی بسیار اوج گرفته و ما میخواهیم که تلفن هم بگیریم و موضوعاتم تشریح کنیم از خاطر که وقت به اصطلاح سیف کنیم. دولت کانادا بالخصوص در قسمت پروژه های که بتونه سری ثمر باشه در این مناطق دو طرف خط دیورند، اونا پیشنهاد کردن که پروژه های سری ثمر بیارن در اینجا مروج بسازن که افغانای ما بتونن که کار کنن و عاید هم داشته باشن. یکی از نقاطی که ما گرفتم به اصطلاح در قسمت احداث سرک از وزیرستان جنوبی تا سرحد دیورند افغانستان اوی بود که ای برادر افغان ما میگفت که ما حالا چون سرحد آزاد شده، ببخشید یعنی سرک آباد شده و میتونم که حاصلات زراعتی خود داخل افغانستان ببرم بفروشم. شما ببینید که به این اندازه افغانای ما در اون طرف خط دیورند و فقر و فاقگی زندگی میکنه، بغیر از 1% خائنش که با دولت پاکستان همکاری داره. و باز هم ما میگیم که افغانا شما با دولت پاکستان همکاری نکنین، تمام تولیداتی که در قسمت پنجاب میشه در پنجابستان میشه او را شما نخرین و با طور مطلق رابطه تان با پنجابی قطع کنین. شما ببینین که چطور استقلال و پشتونولی
افغانا بالای پنجابی تاثیر خواهد کرد و پنجابی را به پای خود در آورد. بله بفرمایید صاحب. بله بفرمایید صاحب. ما میخوام محترم کردم آقای متین چند لحظه صحبت. بفرمایید صاحب، خدمتتان هستم. امر کنیم برادر گرامی. نه ما فعلا تلویزیون هم میبینم آقای متین. بله ما دلاین هستیم برادر گرامی. بله بفرمایید صاحب. آقای متین محترم، ما از آلمان شما را فهمت میکنم. سلام صاحب، امر کنیم برادر گرامی. سوال داشتم که مسئله دیورن شما از طریق مذاکره حل میکنید از طریق جنگ؟ این صاحب شما جواب از طریق تلویزیون بشنوین. تشکر صاحب، تشکر از تلفنتان. شما میفهمید که دایره ملی مردم افغانستان است و ما کوشش میکنیم که از طریق سیاسی و از طریق قانون این مشکل ما حل و فصل شود. بالخصوص همین پیشنهاد آقای کرزی که کردن، یعنی این کار آقای کرزی قابل ستایش است که ما شنیدم در چند روز پیش و اونا گفتن که هند برطانوی حال در این منطقه زندگی نمیکنه. ما میخواهیم که دولت پاکستان این موضوع را فصل کنیم به اصطلاح برزی که خاک ما و بندر ما به طور موقت زیر کنترل پاکستان است و این پیشنهاد هم کردن و آقای کرزی خواستار باز شدن دوباره ملاقات از ممالک امریکا و ناتو هم شده بودن که ما فکر میکنم که اگر ملاقات بین دولت افغانستان و دولت پاکستان باز شود، اما قرار که شما میفهمید کاندیدای ریاست جمهوری اینا میگن که مربوط مردم افغانستان است و مردم افغانستان در قسمت تصمیم بگیره، اما ما فکر میکنم تا که دولت تصمیم نگیره و مردم افغانستان کمک نکنه این مشکل خود ما نمیتونیم حل کنیم. باید این موضوع حل فصل شود. شما ببینید که دولت انگلیس سه مشکل در این منطقه گذاشت. یکی آقای مکموهن پرابلم سرحدی بین هند و چین گذاشت و دیگه آقای رادکلیف پرابلم سرحدی بین پاکستان و هندوستان گذاشت و آقای دیورند پرابلم دیورند ماند بین افغانستان و پاکستان. باید این مشکلات حل فصل شود. و یک موضوع دیگر ما بگوییم که در هندوستان انتخابات خلاص شد. مردم هندوستان صدر اعظم نو خود تعیین کردن و این صدر اعظم بعد از بسیار زیاد سال که حزب گاندی می برد، حال حزب آل اونود سر قدرت آمده و اونا قرار پالیسی که دارن. ما شنیدم که اونا شدیداً بر ضد موضوع کشمیر هستند و اونا گفتن که موضوع کشمیر موضوع حل شده است. اگر دولت پاکستان مشکل خود که مردم افغانستان حل فصل نکنه، ما فکر نمی کنم که بتونه موضوع کشمیر حل فصل کنه، برای از اینکه تمام افغانای ما تجربه دارن که آیسای و دولت پنجابی پاکستان بغیر از قتال و اشخاص و بزرگای افغانستان دیگه کار نکرده و ای که اگر بخواید در کشمیر مداخله کنه او وقت کمک افغانای ما بود که تانست با هندوستان جنگ کنه. ما فکر نمی کنم که این دفعه اگر جنگ شود بین پاکستان و هندوستان، افغانای ما دوباره حاضر شود که دولت پنجابی پاکستان کمک کنه که یک خبر خوش خواهد بود. به این ترتیب شرایط برای پاکستان بسیار ضیق خواهد شد و اینا مجبور هستند که موضوع خط دیورند با افغانستان حل و فصل کنند. اگر شما هم کلپ بانین فرزا جان.
زن کن پلار نیکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور زموږ کعبه ده زموږ پلار نیکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو با عرض احترام مجدد خدمت شما میخوایم یک تلفن بگیریم باز ان شاء الله موضوع دیگر صحبت میکنیم. بله برادر گل دلاین هستین بفرمایید صاحب. سلام علیکم. و علیکم السلام صاحب امر کنین برادر. ما از شما تشکر میکنم برادر عزیز روی تمامی گفتم با این موضوعی که اشاره کردیم ما برنامه جلالتون هم گوش گرفتم. تشکر از شما را خدا خیر بده. ولی ما به عنوان یک افغان یک پیام داشتم به همین هموطنان عزیزمون که بالاخره از بمب اتمی پاکستان صحبت میکنه مردم هم میترسانه مردم هم بالاخره سرزنش میکنه ما یک کلام برشان میگم که ما عربا را ببینیم که یک مردم فلسطین که یک درصد ایمان نیست با مقابل یک اول قدرت مثل اسرائیل که آمریکا هم پشت سرش هست با چی شجاعتی داره استاد میشه خواه بله ولی یک دیده چیزی که خیلی سیرادشان هم اندک هست میاد خواهیم وطن فروش هست میاد از بند یطور پاکستان ما را میترسنه از پاکستانی ها و پنجابی ما را میترسنه در صورتی که خط دیوران بالای جان ما شده این که افغانای ما چی فلاکتی ها اینجا زندگی میکنه بیادر عزیز تمام افغانای ما نهاید از دست محروم از سواد محروم از چیز محروم اینجوری بحثا میکنه که دور در افغانستان خود بکش به خاطر چی؟ به خاطر که دلخط دیوران ما فراموش کنیم. بله. یه روزی یک افغان مثل شما پیدا شود موضوع خط دیوران در یک ایام مثلا فرض کن که آقای کرزی اگر یک آقای کرزی به طول عمرش کار نکرد در 13 سال اگر این 13 سال یک طرف خط دیوران صحبت میکرد نبینیم که میلیون‌ها افغان پشت سر از این استاد میشد نشید حتی همون کاملا میامد پشت سر از این استاد میشید متاسفانه که هر چی که مثلا سیاست مداره ما یا به میدان خود تاجیک هستی پشتون هستی ازاراتی ازلک هستی به قانونگرایی به سمتگرایی دیگر به کسافت جلوی خود را پر کرده اگر یک روزی کسافت یک کسانی ما میگفت خط دیوران از نو ما بگیریم که اسلامی را میامد به مخالف ازی دیگر میگفت ما پشت سرت هستم تاجیکش هم میامد ازلکش هم میامد ازاراش هم میامد ولی متاسفانه که همه شما به فکر دوز هم میرا معلوم از بین بیتونی مثلا پاکستان ترسنده نخلم به ایمیل یک افغان از بند لطمش و عدو یدن شما متعرف خدا و رسیم از سمت شمال هستم و خط دیوران نگرین روز یک سیاست مدار ما بیا پیدا شده که دیگه که مثلا نمین روز سر خط دیوران نه شما میرم خط دیوران خدا سرشهید خودم میره. بله بله تشکر برادر گل لطف خدا روی شما را میبوسم شما برنامه جمعه کنم نگاه کردم الان ساعت در ایران 2 نصف شب است 2 نصف شب است دیگه ما بالاخره
گفتم این برنامه شما را تا آخرش نگاه نکنم نمیخوام. تشکر از شما را خدا خیر بده، خودت و خانواده همیشه آرام و صدا و آسایش و سلامتی خدا براتون بده. تشکر بیادر. تشکر زنده باشین. گپ برادرم راست است اگر آقای کرزی همین موضوع پرابلم ملی ما را در طول 12 سال یعنی بالاش کار میکرد. من فکر میکنم در سال 3 یا 4 ریاست جمهوری خود تا حال ما میتونستیم که موضوع را حل فصل کنیم. چرا در او وقت تمام ممالک غربی در افغانستان آمده بودن و بسیار احتیاج یعنی علاقمندیم داشتن که پرابلم مردم افغانستان ای که در آخرین لحظه آقای کرزی موضوع را شروع کرد و خواست که در این قسمت به اصطلاح نام خود بگذاره. باز هم یک حرکت خوب است بر مردم افغانستان و ای که رئیس جمهور آینده افغانستان در این مورد کار کنه و پرابلم ملی ما را فصل کنه و افغانستان به طرف ترقی و تعالی بره، ما بندری آزاد داشته باشیم و ما خاک همین مشکل ملی ما حل فصل شود. اگر شما فکر کنین که همین پرابلم ملی که به اصطلاح ما داریم ما نمی داشتیم و ما بر را می داشتیم، امروز افغانستان یک مملکت بسیار پرترقی و مملکت آباد بدون کدام مشکل می بودم. ما ای که ما از سیر سیاست پاکستان هستیم و پاکستان هیچ وقت صرف نظر نمی کنه از اینکه در افغانستان یک حکومت قوی با وجود نبیه و دائم افغانستان زیر سیاست پاکستان باشه. دیگه به این ترتیب امید است که یک رئیس جمهوری را مردم افغانستان انتخاب کنه که همین مشکل ملی را حل کنه. و ای که ما در ولایت لوگر رفتیم و از برادرای خود و برادرای خوارای عزیز خود لوگر تشکر میکنم. بعض چیزهای اوجا واقع میشد اما با فضل خداوند محترم، خداوند متعال و این برادرای محترم ما یعنی میهمان نوازی صحیح از ما کردن داخل خود ولایت لوگر و این موجب خوشی و خوشحالی ما را بار آورد. ما باز هم از برادرای خود در ولایت لوگر تشکر میکنم. و دیگه ای که آقای فرید یونس دائم شما در قسمت خط دیورند تبصره های بسیار منفی و تبصره های میکنین که با مفاد پاکستان است و تقویت از دولت پاکستان میکنین و ای که شما میگین که ما پول نداریم که خود اعاشه و باطه کنیم. گپ شما راستی است. اگر شما در سیاست می بودین این فکر که توانایی نظر به توانایی خود این موضوع را فکر میکردین. منتها شما فکر کنین سالانه با هزارها نفر کشته میشه. شما خود محقق دین مقدس اسلام میگین اول همی قتل و قتال و کشتن از بین میره و دیگه خاک و بندرهای ماست، حق مردم افغانستان است. ما صرف حق خود میخواهیم. و دیگه ای که در قسمت صحبتایتون شما متوجه باشین که شما کفر میگین، یعنی به این معنا که من سنیستم و نه من شیعه هستم و فکر انسان از شریعت بالاتر است. شما صحبت‌های را میکنین. اون روز ما متوجه بودیم که یک از همشیرها شما سوال کرد که وقتی که مسلمان میموره بالای روی از چی واقع میشه. شما قادر نبودین که سوال جواب بدین. کوشش کنین که موضوعاتی که مربوط شماست به او توجه جدی کنین. اما باز هم تبصره‌های شما تبصره‌های غیر ملی خلاف منافع مردم افغانستان است و امید است که شما به این توجه کنین. چیزی کارتان نیست، لطفاً کارتان مشغول باشین. آیا شما باور میکردین که موضوع دیورند لاین به این اندازه اوج بگیره که دولت امریکا، دولت انگلستان، ممالک ناتو، دولت کانادا با شکل واقعی و دولت هندوستان با شکل واقعی و همسایه ما با شکل واقعی میخواین که همین مشکل ما را حل و فصل کنن؟ الو؟ بله بفرمایید صاحب.
پیام افغان. بله بفرمایید. ما شما رو پیدا کردیم. من خودم ایرانی ام ولی ایرانی دوست ندارم. آخوند دوست ندارم. شما رو دوست دارم. و میخواد چون آدرس فرق کردیم میخواستم پیام افغانه برای که به زحمت پیدا کردم. خب بسیار خوب. شما بسیار خوشحال شدم. من شوهرم امریکایی و خیلی هم دوست دارم که شما موزیکای خارجی میزنین گاهی کیف میکنم. اون دفعه پیدا نکردم الان پیدا کردم شما. خب بسیار خوب. شما تبریک باشه که شما پیام افغان تلویزیون پیدا کردین. همشیری گرامی چون ستلایت امو فرکانسیش تبدیل شده ما کوشش میکنیم که فرکانسی ستلایت های خود درست کنیم. خصوصا یه هفته که ما آمدیم همین فرکانسی کمپانی ستلایت تغییر داده. امید است که در هفته های آینده تمام افغانای عزیز ما در سرتاسر امریکا و اروپا ستلایت های خود درست کنند و دوباره با تلویزیون پیام افغان وصل شوند. به اصطلاح تلویزیون پیام افغان یگانه تلویزیونی است که منافع ملی افغانستان از منافع ملی مردم افغانستان دفاع میکنند. خصوصا خطاب صاحب، از خطاب صاحب تشکر که در قسمت تحصیل یعنی آسانی کارهای ما کمک میکنن و از نظریات مبارکشان بسیار زیاد تشکر. و ما در آخر میگم زنده باد مردم افغانستان، زنده باد پلیس ملی افغانستان، زنده باد اردوی ملی افغانستان. امید است که در افغانستان صلح و آرامی بیاید و چیزی شود، یعنی انتخابات ریاست جمهوری به شکل خاتمه بیافت که منافع ملی مردم افغانستان و خداوند او را به صلح و با امنیت اختتامش بده. و ما هر کسی را که مردم افغانستان او را انتخاب کنه و او شخص مورد نظر مردم افغانستان باشه ما او را به اصطلاح سپورت میکنیم، تقویت میکنیم و از نظر پرستیژ ملی که بر پرستیژ ملی افغانستان تمام مردم افغانستان باید او را سپورت و تقویت کنه. دیگه از این که 2 ساعت میهمان خانه های شما بودم، از شما بسیار زیاد تشکر. بسیار لطف و مرحمت کردین. تا برنامه آینده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.